یکی از سوالات مکرری که از من پرسیده میشه و این سوال شاید باورتون نشه ریشه چند صد ساله در فرهنگ ما داره. این سوال اینه که آیا جهل بر فقر اولویت داره و مقدمه یا فقر بر جهل مقدمه؟ وقتی سوال رو نگاه میکنی بعضی جبهه میگیرن در مقابلش، مثل همون انشای زمان کودکیمون که آیا علم بهتر است یا ثروت؟ توجه فرمودید این یه سوال انحرافیه، توجه نکنید. در واقع هم جهل بر فقر مقدمه و هم فقر بر جهل مقدمه، منتها هر دوی اینا حاصل ضعفه. ضعف بر چی؟ ضعف بر تقدیر، ضعف بر اینکه ما هیچ کنترلی بر زندگی خودمون نداشته باشیم. بنابراین وقتی که شما زندگی حقوق بگیری رو انتخاب میکنید، زندگی حقوق بگیری باعث میشه هیچ کنترلی بر آینده و وضعیت کاری خودتون نداشته باشید. رابرت کیوساکی در کتابهاش میگه شما حتما شغلی رو انتخاب کنید که روش کنترل دارید، سرمایه گذاری انتخاب کنید که روش کنترل دارید. پس هم جهل بر فقر اولویت داره، هم فقر بر جهل، منتها هر دو اینا حاصل ضعفه. ضعف هامون رو برطرف کنیم. یکی از این ضعف ها تفکر حقوق بگیریه. انشاءالله موفق باشید. در خدمتتون هستم. سلام دوستان، یک مطلبی میخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد اینکه ازم سوال شده که واقعا چرا مردم یا افراد بیشتر تمایل دارن که حقوق بگیر بشن. ما از بچگی آموزش دیدیم و بهمون تلقین شده که حتما برین جای استخدام بشی تا درآمد ماهیانه ثابتی داشته باشی، در حالی که این یه توصیه خیلی اشتباهه برای اینکه افراد راحت طلبی انتخاب میکنن. یعنی افراد راحت طلب انتخاب میکنن که کسی دیگه به جاشون فکر کنه. هنری فورد میگه سخت‌ترین کار فکر کردنه، در حالی که متاسفانه انتخاب شغل حقوق بگیری یکی از پر ریسک ترین انتخاب هایی که مردم میکنن و باورتون نمیشه یکی از شایع‌ترین بیماری ها در بین حقوق بگیرا استرس و زخم معده که ناشی از آسیب پذیری این افراد در مواجهه با مشکلات اقتصادی که الان همه گریبانگیرشون هستن. بنابراین فکر نکنین چون حقوق بگیرید خب راحتی، دولت مجبوری که دولت یا سازمان ها یا شرکت مجبوری که حقوق شما رو، نه، این حقوق شما ثابت